آیا نیمه شب از خواب بیدار میشید که دستشویی کنید؟ معمولاً این حالت حوالی ساعت 3 صبح اینا اتفاق میفته. اگه چند بار در شب بیدار میشید که برید دستشویی، چرا این حالت در فاصله های 90 دقیقه اتفاق میفته؟ من اینجام که به شما کمک کنم خواب بهتری داشته باشید و زندگی که میخواید رو به دست بیارید. دنبال این هستید که چرا ساعت صبح بیدار میشید و نیاز به دستشویی کردن دارید. احتمالاً تو اینترنت تحقیق کردید و با همون دلایل همیشگی مثل پیش دیابت یا دیابت، نارسایی قلبی، مشکلات کبدی، مصرف زیاد آب قبل از خواب، مثانه بیش فعال در خانم‌ها و پروستات بزرگ شده در آقایان، سنگ کلیه، آپنه خواب، اغلب اوقات به این افراد داروهایی داده میشه که نتیجه محدود داره و عوارض جانبی دارن. اگرچه همه این موارد میتونن باعث بشن که شبها بر دستشویی بیدار بشید، من مخالف نیستم. میخوام بگم که مشکل تنفسی در خواب بیشتر از هر چیز دیگه‌ای دلیل این مشکله، حتی اگه آپنه خواب هم نداشته باشید. یعنی نفستون حین خواب برای مدت کوتاهی قطع نشه. ممکنه بازم به دلایلی که بعداً توضیح میدم ادرار بیشتری در شب تولید کنید. آپنه خواب چیست؟ یکی از شرایطی که خیلی کم تشخیص داده میشه جاییه که شما هر شب بارها نفستون برای چند ثانیه قطع میشه و راه هوای بینیتون بسته میشه. برای اینه که بگیم شما آپنه خواب دارید، باید تعداد مشخصی از این اتفاقا هر ساعت بیفته که هر کدوم بیشتر از 10 ثانیه طول بکشه. هر بار که در طول شب هنگام خواب نفستون قطع میشه، سعی میکنید در حالی که گلوتون بسته است نفس بکشید. این کار باعث ایجاد نیروهای منفی در قفسه سینه‌تون میشه. این نیروها باعث کشیده شدن حفره‌های دهلیزی قلبتون میشه و قلبتون فکر میکنه که خون زیادی وارد شده. به همین خاطر قلبتون هورمونی رو ترشح میکنه ANP که به کلیه ها میره و باعث دفع بیشتر ادرار میشه و حجم خونتون رو پایین میاره. معمولاً آپنه ها بیشتر در دوره های خواب رم اتفاق میفته. وقتی که شما در حال رویا دیدن هستین و همچنین زمانی که عضلاتتون کاملا شل هستن به جز عضلات چشم. بنابراین میتونید به طور طبیعی نفس بکشید. اولین دوره رم حدود 20 تا 90 دقیقه بعد از خوابیدن شروع میشه و این چرخه حدوداً تا 120 دقیقه یک بار تکرار میشه. هر چقدر به سمت صبح میریم دوره های رم بیشتر میشه. خواب ها عمیق‌تر میشن و معمولاً طولانی ترین دوره رم حوالی ساعت 3. بنابراین اگه شما در طول شب آپنه داشته باشید، مقدار کمی ادرار تولید میکنید و بعدش در اواخر شب مثانه‌تون شروع به پر شدن میکنه. اما یه قسمت دیگه از این موضوع وجود داره که در طول روز نیاز به خواب افزایش پیدا میکنه. یکی از معیارهای این افزایش بالا رفتن آدنوزینه. میدونیم که قهوه آدنوزین رو مسدود میکنه. این باعث میشه که بیدار بمونید. خواب به طور طبیعی آدنوزین رو پاک میکنه. بنابراین نیاز به خواب در طول شب که میخوابید کاهش پیدا میکنه. و ساعت 3 صبح نقطه تلاقی مقدار ادرار بیشتر در مثانه یه دوره طولانی خواب رم و کاهش نیاز به خواب هست. به همین دلیل برای بیشتر افرادی که این مشکل رو دارن، احتمال این که ساعت 3 صبح بیدار بشن با 20 تا 30 دقیقه کم و زیاد بیشتره و هر شب دقیق سر اون ساعت بیدار میشن برای دستشویی کردن. اگر بیشتر از یک بار در شب بیدار میشید، معمولاً این اتفاق حدود 90 دقیقه با هم فاصله داره و معادل یک چرخه خواب رم هست. تحقیقات نشون داده که هر چقدر بیشتر شبها بر دستشویی بیدار بشید، نرخ مرگ و میر شما به هر دلیلی بالاتر میره. اطلاعات نشون داده اگه 2 بار یا بیشتر از 2 بار بیدار میشید که دستشویی برید،
در مردان جوان در دهه‌های 20 تا 40 سالگی 2.5 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ کلی قرار دارند و این نرخ در زنان بعد از یائسگی در سنین 50 تا 70 سالگی حدود 2 برابر میشه. یه نکته آخر در مورد ادرار شبانه هم بگم. حتی اگه خور و پف نمی کنید یا اگه زن لاغر و مرد لاغری هستید، هنوز ممکنه شبها زیاد نفستون قطع بشه. این حالت به اسم سندرم مقاومت هوا هست. در این حالت قطع شدن نفستون بیشتر از 10 ثانیه طول نمیکشه. پس تست های خواب به عنوان آپنه رو ثبت نمیکنه و به شما گفته میشه آپنه خواب ندارید و ادرار شبانتون به دلیل چیز دیگه ای هست. تولید مقدار زیاد ANP و پیامدهای اون علامت مشخص UARS هست و به عنوان مثال دلیل اینکه از خواب پا میشید سرگیجه دارید، فشار خون پایین یا اضطراب دارید یا دستای سردی دارید همین موضوعه. احتمالاً یه ویدیو در مورد همین موضوع با جزئیات بیشتر براتون میذارم و در مورد آپنه خواب صحبت میکنم. اگه هنوز با مشکل شب بیدار شدن برای ادرار درگیر هستید، اینجوری شروع کنید که تا 3-4 ساعت قبل از خواب چیزی نخورید و مطمئن بشید که از طریق بینی به طور طبیعی راحت نفس میکشید و دهانتون شبها بسته بمونه. اگه هنوزم پیشرفتی نمیبینید، حتما به یه دکتر خوب مراجعه کنید تا آپنه خواب دارید به صورت خیلی جدی اون رو درمان کنه. به شما پیشنهاد میدم که به مشکل تنفسی در خوابتون به علت ادرار شبانه توجه جدی داشته باشید. اگه هر کدوم از این روش ها جواب نداد، اصلا ناامید نشید. بعضی اوقات مشکلات خواب پیچیده تر از اونیه که به نظر میرسه و شاید نیاز باشه به دنبال کمک های بیشتری برید یا نیاز باشه تغییراتی در زندگیتون ایجاد کنید، مثل کاهش وزن، ترک سیگار، مصرف کمتر کافئین و الکل. اگر با مشکلات دیگه‌ای مثل خور و پف، خشکی دهان یا بیدار شدن با حس خفگی مواجه هستید، اینها هم نشونه هایی هستن که باید جدی گرفته بشن. خواب چیزی نیست که بهش بی توجه بمونید. کیفیت خواب مستقیما روی کیفیت زندگیتون تأثیر میذاره.